بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یزدان بی همتا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، همه خوزستانی های دوست داشتنی و فوتبال دوست. تیم فولاد خوزستان تا چند هفته پیش هم شانس قهرمانی داشت، هم شانس کسب سهمیه که فعلا دیگه به همون رتبه چهارم رضایت داده. علی نعمتی از سمت چپ از مهره‌های تاثیرگذار این فصل میزنه و درازکش و آروم توپ میرسه به احمد گوهری، توپ در اختیار میگیره. علی نعمتی که در این فصل یک گل بسیار زیبا و خاطر انگیز به تیم هوادار زد. خارجی‌های با ارزشی داره تیم استقلال خوزستان که از مجموع 17 گلی که در این فصل به ثمر رسونده تیم استقلال خوزستان برای 14 گل تاثیر مستقیم داشتن. وارد فاز تهاجمی میشن استقلالی ها. تیوی بیفاما 3 در مقابل 3. حالا استقلالی ها اضافه میشن، 4 نفر میشن. خود بیفاما نگه میداره پشت محوطه جریمه، خوشبخت میبینه اونجا و گل توی دروازه. گل اول رو روی گل به خودی تیم استقلال خوزستان به ثمر میرسونه. یه لحظه دفاع جا موند و چقدر سریع استقلالی ها وارد فاز تهاجمی شدن و 13مین کلینشیت اتکیر یوسفوف هم ثبت نمیشه. این دروازه‌بان 34 ساله و ببینیم با هم جزئیات کار رو. اومد توپو دفع کنه و شاهین توکلی گل اول این دیدار رو به سود استقلال خوزستان به ثمر میرسونه. انصافا مهدی خوشبخت یه استعداد نشون داده خودش در خصوصا دو بازی گذشته خودش. وقت بسیار هست و قطعا این گل نوید یک بازی زیبا رو خواهد داد. فرزندهای فولادی هم حضور دارن. اسدبگی معمولا یه تیکه این ضربات رو میزنه. پشت توپ اسدبگی میزنه سات به روی دروازه و یه لحظه نزدیک بود اونجا دروازه استقلال خوزستان تهدید بشه، تو برگشت داده میشه. به هر قسمت از این تیما نگاه کنید یه آیتم های برتری نسبت به همدیگه دارن. سات به روی دروازه و چجوری توپو دفع میکنه احمد گوهری و خطر روی دروازه استقلال خوزستان همچنان حفظ میشه. در اون محوطه جریمه مجتبی نجاریان حضور داره. سانت به روی دروازه، خیمه سنگین فولادی ها. پهلوان، خود پهلوان در هدفگیری اشتباه میکنه و دیوار کناری رو مورد هدف قرار میده. احسان پهلوان میشه. یه سانت به روی دروازه از همه عبور میکنه و روی خط بر میگردونه. علی نعمتی پشت محوطه جریمه، توکلی، احسان پهلوان، پاس برای علی نعمتی. چقدر تکرار کردیم احسان پهلوان و علی نعمتی رو. و این ضربه خطرناکی که میزنه محمد عسکری به روی دروازه. علی نعمتی بر میگردونه. تیوی بیفاما، خود بیفاما پاس میده به ساویو روبرتو. یه چرخش و ضربه او با اختلاف به بیرون میره اما کورنر اعلام میشه. اسدبگی از سمت چپ یک مثلث خیلی پرکار رو تشکیل دادند. نجاریان یه سانت به روی دروازه، سر به سر خطرناک محمد رضا سلیمانی با اختلاف، البته اندک به بیرون میره. یه سانت به روی دروازه، یه ضربه سر و گل. گل اول فولاد خوزستان و تساوی این دیدار توسط محمد رضا سلیمانی به ثمر میرسه. روی سانتر خوب از ضربه چکشی محمد رضا سلیمانی دروازه احمد گوهری هم باز میشه و او هم نمیتونه در این مسابقه کلین شیت کنه و خوشحالی هواداران فولاد خوزستان رو میبینید. ببینیم با هم جزئیات کار و ضربه سر عالی
محمد رضا سلیمانی. کسی او رو نگرفته بود در صحنه‌ای که گذشت. در بازی‌های همزمان خیبر 1-0 از پرسپولیس جلو هست. هوادار سپاهان 0-0 مساوی. تراکتور 1-0 از نساجی عقب هست. بلند به روی دروازه، ضربه سر از ساویو روبرتو. دانایی از راه دور، اما با اختلاف زیاد شوتش به بیرون میره. انتقال بازی سمت چپ، ساسان انصاری پشت محوطه جریمه نگه میده تا همتیماش برسن. خود ساسان شوت میزنه، ساسان انصاری، و چه سیوی هم میکنه احمد گوهری. یه آردو زد اونجا ساسان انصاری و سیو عالی احمد گوهری. یک کورنر برای فولاد خوزستان در پی داره. کوتاه و زمینی، اسد بیگی محوطه جریمه رو نگاه میکنه، سانت به روی دروازه و گل. باز هم سلیمانی روی سانت دروازه استقلال خوزستان رو باز میکنه. چه سانتی کرد اونجا و چه ضربه سری زد محمد رضا سلیمانی. دبل میکنه برای فولاد خوزستان. و احمد گوهری که در 52مین دقیقه دروازه‌شو برای بار دوم باز شده میبینه. ببینیم با هم سانتر عالی از صدبیگی و ضربه سر محمد رضا سلیمانی. ببینیم با هم، قشنگ مثل خط کشی شده و مجتبی نجاریان جلوتر انجام وظیفه میکنه در لحظاتی که لازم هست. یه شوت از راه دور و از بالای دروازه به شکلی خطرناک شوت سینا اسد بیگی به بیرون میره و حالا تعویض برای استقلال خوزستان انجام خواهد شد. علی هلیچی به جای حامد بهیرایی به بازی خواهد رفت. مجتبی نجاریان، خود مجتبی میسپاره به محمد عسکری سمت راست در محوطه جریمه. یه پای خوب از محمد عسکری، تکنیکی محمد عسکری میزنه با درازکش، توپ در آغوش میگیره احمد گوهری. وقتی صاحب توپ میشه انفجاری حمله میکنه تیوی بیفوما. بهروز بارانی شوت میزنه و از کنار دروازه ادکیر یوسپوف توپش به بیرون میره. محمد علی کاظمی سانتو به روی دروازه، زاد عطار نمیتونه اثر بگذاره. علی نعمتی یک شوت سرکش و خطرناک که از کنار دروازه احمد گوهری به بیرون میره. روبروش فقط یه بازیکن داره، بلانکو. حالا 2 نفر و چقدر راحت میرسن بازیکن استقلال خوزستان و توپی که در اختیار فولادی ها قرار میگیره. همچنان ایشون از راه دور، شوت از راه دور از ابوالفضل زاده عطار. جایی که فولاد راحت باخت یا میتونست ببره رو میبرد و الان اتفاقات بهتری رخ میداد و اینجا میبینیم با هم تیوی بیفوما با پای چپ دروازه یوسپوف رو تهدید میکنه. خدا قوت به همه این عزیزان، مدیر کل محترم، معاونت سیما، مدیر تولید، تهیه کننده ها، تصویربردارا، صدا بردارا، بچهای فنی، همشون بخوایم اسم بریم خیلی زیاد میشن و کلیت ماجرا رو عرض میکنیم. حالا اسماعیل بابایی پشت محوطه جریمه و کجا شوتشو زد و بیرون رفت. ساویو روبرتو پشت توپ، سانت به روی دروازه، دفع از مدافعان فولادی. سوت پایان این دیدار و برتری فولاد خوزستان در دربی خوزستان.